دوستان گلم سلام و عرض ارادت. امیدوارم جور صحتمند و سرافراز باشید. طبقی که در جریان هستین، دولت باطل خود طالبان مدارکایی که در کنسولای کشورهای اروپایی اجرا میشه را باطل اعلان کردن، در حالی که خود دولت باطل است و هیچ دنیا اینا را قبول ندارن. اینا آمدن مدارکا را و کارهای کنسولی را باطل اعلان کردن. گوش کنین یک لحظه. آل زور مولایی را دیدین، باز میگه طالب به سیاست نمیفهمه. آل سیاست طالب را دیدین که چه رقم سیاست میکنه، از دیر استال یک تصمیم گرفته نیم اروپا میال گریان میکنه. وثیقه خط کار داریم، نکاح خط کار داریم. صحبت های یک از کاندوم های طالب بود که خودش بد رقم اعلان داده بود که والا دیگه طالبان وقتی که اعلان کردن که مدارکا باطله، انگار که دنیا به آخر رسیده و افغان هایی که در این کشورها زندگی میکنه حتما محتاج طالبان هست، در حالی که هیچ دولتی، هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناخته. در این 3 سالی را که کنسولگری ها اونجا کار کردن، سفارت ها فعالیت داشتن، بعد از این هم وزارت خارجه ها اعلان کردن که هیچ خللی در کار نیست، میتونین شما طبق معمول که در این 3 سال مدارکاتون قبول داشتیم، مدارک اجرا میکردیم، میتونین اجرا بکنین، هیچ مشکلی نیست. صحبت رو گوش کنین از خبرنگار در آلمان. وزارت خارجه آلمان و گفتن که در واقع هیچ اختلالی به وجود نمیاد و رژیم طالبان به هر حال اصلا در جهان قابل قبول نیست. شما با همدیگر توف بندازین بر روی طالبان که خودش باطل است و لابیای طالبان و همچون کاندومای طالبان که با این که شما مردم بدبخت کردین، آواره کردین، از کشور فراری دادین، نمیتونین با همچین قانونای مزخرفی مردم با عزت افغانستان تحت فشار قرار بدین و گویا این که مردم با عزت افغانستان محتاج شما باشه. نه خیر، شما خودتان باطل هستین، دولتتان باطل هست. هرگز مردم افغانستان به ظلم سر خم نمیکنه و سر خم نخواهد کرد.